سلام بچه‌ها، صبحتون بخیر. خوش اومدین به یه ویلوگ تابستونی دیگه با پارمیدا. امروز صبح پا شدم ساعت 8. هنوز ویندوزم آپلود نشده بود ولی میرفتم باشگاه، وسایلامو آماده کردم. برای وعده قبل باشگاه معمولا یه خرما و یکم ارده میخورم که فقط شکمم خالی نباشه، یه خورده انرژی داشته باشم. بعدش که میام صبحونه میخورم. اینی هم که دارم میخورم بابام خرید، گفت قبل باشگاه بخور. نمیدونم چیه، فقط مزه شباسینی پرتقالی میده، همینو میدونم. تا برقا نرفته سری جمع کردم برم باشگاه، چون میخوام از تردمیل استفاده بکنم و فقط تونستم از پلانکم براتون فیلم بگیرم. بچه پلانک انقدر سخت شده واسم که رکوردم رو 2 دقیقه گیر کرده و زمان نمیگذره تو پلانک، نمیتونم کاریش بکنم. رسیدم خونه خسته کوفته، رفتم همون. بعد همون روتینم توی کرم مرطوب کننده خلاصه میشه. حتی موامم سشوار نمیکشم چون زیاد دوست ندارم، مگه تو مواقع خاص. بعدش هم شروع کردم یار تابستونی عزیزم آیس کافی رو درست کردم، چون توش پودر کاکائو ریختم. زیاد کف نکرد، خوردم کثیف کاری شد ولی مزهش خیلی خوب شد. شروع کردم برنامه‌ریزی کردن و درس خوندن، چون همونطور که میدونید 2 تا از امتحانای ما مونده. به خاطر 2 تا امتحان خیلی ظلمه که بچه‌ها تو تابستون همش استرس داشتیم و درس خوندیم، ولی خب چه میشه کرد. بعدش رفتیم نهار خوردیم، کوب و سیب زمینی. من ظرفا رو شستم. بعد داداش من بچه‌ها یه سری کارهای مکانیکی میکنه. این کاریه که با چاقوهای خونه ما میکنه، همه رو میسوزونه. بعدش هم شروع کردم رقصیدن و حاضر شدن و اینا، فقط به خاطر اینکه باشم برم داداشم برسونم باشگاه و برگردونم. این همه تیپ زدم فقط به خاطر تو ماشین نشستم. بچه خدا شاهده، یعنی یه دقیقه هم از تو ماشین در نیومدم. رفتم تو ماشین نشستم، گیلمور گرلز دیدم، سریال مورد علاقم شده فعلا. آخر شبم با مامانم عشق ابدی دیدیم و خوابیدیم. فعلا